درودی به پایان به هواداران کلامی بده. هیئت اعجازی کلامی بده صحیفه 1000 کتاب مهمانی پنجکینتی باستانی است. اینا ما در پای استاد شیرین کلام لایق شیرالی قرار داریم. سالها میگذرند، عصرها سپری میشوند، ولی شعری بلند پرواز او چون موجهای پرتلاطم به دل طغیان میبخشد. تا آن روزی که زبان تاجیکی فارسی دری هست، تا آن روزی که مادر تاجیک الله جاویدانه خود را با این زبان می‌سراید، تا آن روزی که صلح در روی دنیا پابرجاست، نام او و آثارش در عمق دل مردم خواهند بود. اینها از شاعری بزرگوار. جوانی می‌رود از من، جوانی می‌رود آخر، نخواهم رفتنش را، لیک از من می‌رود آرام. درخش چهره و موی سیاه، چشمانی بادامی، همه خواهند شد رد و بدل مانند روز و شام. جوانی سبزه نه تا با هر فصل بهار از نو، دمد از خاک و باز آرام دهد صحرای عریان را. جوانی آفتاب نه که بیگه رفته صبح آید، جوانی ماه نه هر مه نخواهد گشت او پیدا. دریغا این گلی به صورتی صدرنگی اطرافشان، فقط یک بار در شاخ نهال عمر می سبزد. فقط یک بار لیکن آدمی با یاد بوی آن، تسلی یافته امید بر آینده می بندد. فقط امروز زان آزردم که لحظه تا لحظه، جوانی ناریزا واسه شکایت می رود از من. جوانی از من و من از جوانی شکوه ها داریم. امیدی نیست غیر از هر نفس این حرف ها گفتند. نگشته سیر از تو با تو روی را نبوسیده، جوانی می روی از من، جوانی می روی آخر. به عذر ناتوانی ها من از تو التجا دارم، مرفت عاقبت به عاقبت از عالم